ما دقیقا تو همون تایمی از تاریخ هستیم که هم اینترنت ها اختلال داره، هم جی پی اس ها مشکل داره و ما واقعا با اعمال شاقه بود داریم مسیریابی میکنیم که بریم جایی هم که در میایم 4 سوه درسته و تقریبا مرکز شهره اتوبانا، ولی دیدیم که یعنی بهنازی جی پی اسش کار کرد و تونستیم بردن تقریبا و تونستیم که مسیر سریع‌تر پیدا بکنیم، هرچند که 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم و باید ماشینم کار کنیم و یه چیزی بگیم ما یه چهره جدید داریم، نیو فیس داریم پشت و دوست عزیز رو داریم اینجا. آره و الان این ولاگ احتمالا واسه امروز و فردا باشه، آخر هفته باشه. الان داریم میریم سینما واسه فیلم پیرپسر فکر کنم و همراه 6-7 نفره دیگه احتمالا. این 10 نفری هستیم. آره و همون نمیشناسیم. انشالله که خیره. انشالله با ما همراه باشین. در همه ویدیوها من دارم آهنگ می‌خونم. در پشت صحنه ها خانمی در حال تولید محتوا. این هم دارن آدرس میدن احتمالا. همه از نداشتن جی پی اس مینالند. برادر اینقدر هوا آلوده است که سیگار هم نکشی همون مقدار خدا بریم. برادر ما سه تا طبق معمول دیرم و فیلم شروع شده و ما اینجا منتظر قهوه اصلا متوجه نیستن که دیرمونه و زودتر آماده کنن. نه اونا رو میگم متوجه نیستن که زودتر آماده کنن. دیره خب راستش نمیدونم این موقع باید چی بگم. معمولا مردا در اینجور مواقع فکر میکنن حتما باید یه چیزی بگن که زنها بخندن. فکر کنم شاید برای همینه که اون مردا تو معاشرت با خانم‌ها موفق ترن. آره مثلا مثل این میز بغلی. میخوام جمله قصار شیدا رو بگم. این فیلم ما رو تروماتایز کرد. چرا؟ و 41 بچه ها در حال قش بعد از فیلم پیرپسر. خیلی جذاب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود به نظرم، خیلی